سلام برادر و بچه، اومدم با آموزش 3 تا فرمی که اول باز به درد میخوره. اولین فرم ما فرم سنگ هست و سالی هم که نیازهای این هاست: باکت، چست و رزستون. خب اینجوری هم ساخته میشه که شما یه محوطه رو به خودتون پیدا میکنید. یه دونه پیستون اینجا میذارین، این دوره بر این ورشو میگیرید. اشتباه شد. این دور مثلا بود. خب بدونم پله اینجا میذاریم، آب دقیقا وسطش میگم. این هم یه دونه لاوا، اینجا سنگ وجود میاد. خب حالا این ورشو با پیستون میچینید، زیاد نباشه. خب یه دونه رزستون تورچ اینجا. حالا شما رزستوناتون رو این شکل پشت سر هم میذارید، اینجا نباشه. خب حالا شما نیاز به ساعت رزستون دارید که اینجوری ساخته میشه. این دوتا کن میکنید واسه اینکه تو بدراک این دوتا کن و نه تو جوانه. خب رزستوناتون رو بند که وصل میکنید، یه دونه اهرم اونجا میذارید، روشنش میکنید، میکندش. تمام. به همین آسونی شاید رزستون شما آماده است. اصلش میکنید وقتی که سنگ ها ساخته میشن میان و به اینجا متصل میشه. بفرما. خب بعد از عجیبه با خود بخشت. حالا دومین فرما واسه اینکه غذا اینو متمم بشه. کجا بود؟ چست ما واسه نیست. خب سالاتون رو میذاریم. این سال دومین فرم. این فرم واسه یکی گوشت ماهی و این چندشون متهم میشه. حالا هر وسیله شاید به شما بده. اینجا تو قلابتون که بندازین، الان من یه دونه ماهی داد. نه اگه شما اینو چند کنید وسایل ها بهترتون بهتون میده. شادی همون این چند تو بهتون داد. خب وسایل مورد نیاز شما: آب با کتاب، یه دونه باکت توش ماهی باشه که این هم که امرال میخواد. این فرم آهن زیاد میبره بگم. و شما یه جا بر خودتون پیدا کنید. اول یه دونه چست میذاری، دور شما اینا میپوشونید که آب نره بیرون کلا. خب با لگ این گوشیم که هیچ وقت از سر ما بر نمیداشت. اینجا چه باگ میخوره، لگ میخوره باگ.